من حامدم. هر شب یه قصه با من تا 30 شب. قسمت ششم. الان بهتون میگم قصه چیه. جادوگر شهر اوس. روزگاری یک دختر کوچولو بود که با عمو و زنموش زندگی میکرد. اسم او دختر دوروتی بود. یک شب که یک گردباد بزرگ داشت به سمت آنها می آمد، عمو و زنموش در زیر زمین قایم شدند. دوروتی داشت با سگش بیرون بازی میکرد و یک گردباد بزرگ رو از دور دید. دوروتی در خانه بود و پنجره اتاقش نگاه کرد، دید سگ کوچولوش توتو در بیرون است. اون از خانه آمد بیرون تا سگش رو برداره. بعد رفت تو خونش، دید خونه داره تکون میخوره. پنجره که نگاه کرد دید خانه از زمین جدا شده است. در همین عمو و زنموش هر چقدر تلاش کردند که با طناب خانه رو به پایین بکشن نتوانستند. و دوروتی و توتو یعنی سگش اونجا گم شده بودن و یک جا بود اومدن که فرشته ای اونجا بود. خانه رو سر یک جادوگر بدجنس فرود اومد. دوروتی که به خانه فرود آمد جادوگر بدجنس رو از بین برد. برای همین فرشته مهربون ازش تشکر کرد و کفشای جادوگر رو داد به دوروتی. دوروتی به فرشته گفت که من چطوری میتوانم به خانه‌ام برگردم؟ فرشته مهربون گفت که تو باید همین جاده زرد رو ادامه بدی تا برس به شهر زمرد. دوروتی هم گفت باشه. سگش توتو رو برداشت و رفت. به راهش ادامه داد که یک مترسک رو دید که گفت همه به من میخندن چون میگوین عقل ندارم، حتی کلاغ‌هایم به من میگن بی عقل. بعد دوروتی بهش گفت که ما داریم میریم شهر زمرد که آرزوها رو برآورده کنیم. گفت که پس من هم با شما میایم. دوروتی و مترسک با هم دیگه رفتن و راهشون ادامه دادن که رسیدن به هیزم شکن حلبی که وقتی میخواست تبر بزنه روغنش خوش شد و یک جا مونده بود و دوروتی چون اون را دید گفت که الان بهت روغن میزنم تا خوب بشی. بعد گفت که شما کجا میروید؟ گفت ما به شهر زمرد میرویم تا به مترسک عقل بزنیم و من را به خانه‌ام برگردانیم. گفت پس من هم با شما میایم که به من قلب بدهد و به راهشون ادامه دادن. رفتن رسیدن به یک شیر که میخواست سگ دوروتی رو بخوره. دوروتی یک سیلی محکم زد به شیر و شیر بغض کرد و اشکش در آمد. بعد دوروتی بهش گفت این چه کار زشتیه که تو سگ منو میخوای بخوری؟ گفت که من فقط میخواستم یکم شجاعت به خرج بدم. گفت که ما داریم میریم شهر زمرد، اگه هم خواستی با ما بیا تا یکم اونجا بهش شجاعت بدم. شیرم با آنها به راه افتاد. وقتی که به ته اونجا رسیدن دیدن یک گودال است. ذهنشون رسید که درخت رو قطع کنن و عروش به اون ور پل برن و یه حیوانی که اولش خرس بود، بعد ببر بود، بعد کرگدن بود و خرسابی بود جلوشون اومد. یک حیوان، 4 حیوان، یه حیوان ها، ولی 4 تا حیوان دیگه رو به خودش بود. زیاد تخیل و میخواست آنها رو بخوره که نظر اونا را چند. اونا 5 نفر به
به 4 نفر و شیر گفت که من با آن دعوا میکنم که بذارم شما رد چین و آن حیوان که افتاد پایین، شیر از لبه صخره به دوستاش گفت که من را بکشید بالا و آنها کشیدنش بالا. به همین صورت رسیدن به شهر اوس. اونا از نگهبان جلوی در رد شدن و رسیدن به جادوگر شهر اوس و جادوگر بزرگ گفت که شما باید جادوگر بدجنس رو از بین ببرید. اونا قبول کردن، رفتن که رسیدن به میمون‌های پرنده. جادوگر بدجنس از قبل میمون‌های پرنده‌شو فرستاده بود و آنها دوروتی رو گرفتن و پیش ملکه‌شون بردن و ملکه‌شون گفت که تو باید برای من کار کنی. پشت پای دوروتی زد و دوروتی افتاد و ناراحت شد و سطل آب و ریخ بالای جادوگر و جادوگر کم کم نابود شد و تبدیل به آب شد و آنها برگشتن به شهر اوس و جادوگر بزرگ گفت که من جادوگر نیستم و فقط یک کله بزرگ ساختم. وقتی اونها میرن پشت پرده میبینن که یک نفر داره اونو کنترل میکنه و گفتن ما جادو میخوایم و برای همین به مترسک عقل یونجه‌ای داد و به قوطی حلبی یک قلب پارچه‌ای داد که توش پر چیزای بدن خوب بود و به شیرم یک کمی شربت شجاعت داد و به چی بود اسمش؟ و به دوروتی یه بالون بزرگ داد و چون سگ دوروتی از ارتفاع میترسید، چون با بالون نتونستم برن، پره جادویی اومد و اینا رو به خونه فرستاد. وقتی از بالون پیاده شد و زن عمو شد دید گفت عمو، زن عمو من اینجام. اونا هم خوشحال شدن و رفتن جاش. پایان. لایک و سابسکرایب بهتون نره. تا برنامه بعد خدافظ. جادوگر شهر اوس. پایه میشه قطع کنی دقیقه؟ قصه چیه؟ انگوش کوچیک نخون. آماده نبودم که. قصه چیه خب؟ اسمش چیه؟ کسی که کتاب پرتاب کرده دروازه‌بان عالیه. اسمش چی بود؟ نه قوطی حلبی اسمش چی بود؟